صفتهای مشقت و مانده شدن و خسته شدن به الله سبحانه و تعالی لایق و شایسته است و الله متعال از این چیزها پاک و منزه است. بسم الله. و بأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. و ایمان می آوریم به این که مشقت و مانده شدن و خسته شدن به الله سبحانه و تعالی لایق شایسته است و الله سبحانه و تعالی از اینها پاک و منزه است. چطوری که الله سبحانه و تعالی در بیان این گونه صفت ها می فرماید، بیان این که این صفت های عاجز خود را پاک و منزه کرده می فرماید. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. البته به تحقیق که ما آسمان ها و زمین و آنچه که میان آنهاست از هر گونه مخلوقات در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی و ماندگی به ما نرسید. این قدرت بزرگ دلالت بر آن میکند که الله متعال بر زنده کردن مردگان نیز تواناست. یعنی هر کاری را که خواهد انجام دهد، هر چند بزرگ هم باشد، در او تعب و مشقت نخواهد بود و همچنین خستگی در او دیده نخواهد شد. این بیان قوت و قدرت پروردگار است که هرگز و هرگز خسته و مانده نخواهد شد. همه این سخن در بیان صفات منفی است که تمام صفات منفی لایق شایسته پروردگار نیست. و بدون که صفات های منفی گفتن مراد از این 2 چیز است. یکم همین صفت معین که واضح است، و مثل الله گفت لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خواب چشم، نه خواب اندک، نه پینک او را میگیرد. و دوم یا اثبات نبودن کمال ضد آن، هرش یک است. چون که الله فرمود ولا یظلم ربک احدا، و پروردگار تو کسی را ظلم و ستم نخواهد کرد. و ضد ظلم این عدل است. الله عادل است. پس در صفات الله سبحانه و تعالی مطلقا نفی نیست، چون مطلقا نفی کردن این عدم است، نبودی است. خلاصه صفات های مشقت مانده شدن و خسته شدن این لایق شایسته پروردگار نیست و الله سبحانه و تعالی از هر این گونه صفات ها پاک و منزه است. سبحانك اللهم و بحمدك و اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.